چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزمون چنین است: Once you learn to read, you will be forever free by Frederick Douglass. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: وقتی که خواندن را یاد گرفتی تا ابد آزاد خواهی گشت. سخن فردریک دوگلاس. با آمدیم به قسمتی what to watch یعنی چی تماشا کنیم. در هر درس ما با شما یک فیلم و یا یک فیلم تصویری را برای بهتر کردن زبان انگلیسیتان به شما توصیه می دهیم و توصیه فیلم امروزه ما این فیلم The Intern. نام فیلم The Intern سال برآمدش 2015، مقدار دقیقه هایش تخمینا 121 دقیقه و سویه زبان انگلیسیش باشد سویه B1 یعنی سویه میانه می باشد. و اگر گوید که از کجا تماشا کنیم، در دلخواه براوزر نام فیلم را نویسید، بعد از آن کلمه watch نویسید. اگر خواهید که با زیر نویس تماشا کنید with subtitles نویسید و یا سیلکه و یا پیوند فیلم را از تلگرام کانال ما گرفته می توانید. New words کلمه های نو: countable count اینها یک معنا دارند، می شود حساب شونده. uncountable و یا non count حساب نشونده. advice توصیه. furniture مبل. homework کار خانگی. information معلومات. jewelry جواهرات. luck شانس. vocabulary لغت. weather باد و هوا. bread نان. fruit میوگی. meat گوشت. milk شیر. pepper قلنفور اگر در شکل خاکه باشد. rice برنج. salt نمک. soap شوربا. sugar شکر. tea چای. water آب. در اینجا رسیدیم به پایان درس امروزه. اگر به کانال ما ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوارها لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.